این طرح روی جلدش هست که خود گوشی هستش جلوش و قلم استایلس که دکمه‌ش هم اینجا هست. اینم پشت گوشی. بله خودتون مشاهده میکنید. سامسونگ سامسونگ نوت N7000 16 گیگابایتی به همراه باتری اینجا هستش. خب ببینیم. خیلی هم فونتش قشنگه. خیلی خوب. که خود گوشی هستش. دکمه‌های خیلی کمی طراحی شده اطرافش. میبینی که فقط سمت راستش یه دکمه پاور هست. دکمه پاور هستش و بالا هم جک 3.5 میلیمتری و فکر میکنم نه فقط بالا جک 3.5 میلیمتری هستش. دکمه کم و زیاد سمت چپش و یه دکمه هوم. دکمه بک و سرچ و هوم و ایناش هم فکر کنم لمسی هستش. ورودی یو اس بی مینی هستش، میکرو یو اس بی، قلم استایلس که خیلی نمیدونم جنس نوک مدادش از چی هستش. روی صفحه لمسی دیگه زیاد اصلا کار نمیکنه، فقط ساخته شده مخصوص همین گوشی. خب اینجا هم دفترچه راهنما هستش که بعدا باید مطالعه بشه، ما نیازی نداریم. باتری 2500 میلی آمپری. که فکر میکنم حدوداً از نوع لیون هستش. با ولتاژ 3.7 از نوع لیون. و این پشتش هم مثل توضیحات هستش که معمولا روی هر باتری هستش. نکته‌ای از قبیل محافظت برای حرارت و آتش سوزی و این چیزا. کابل یو اس بیش هست که برای اتصال به کامپیوتر و انتقال اطلاعات هست که فکر کنم به عنوان شارژر هم ازش استفاده میشه. بله درسته. اینجا ورودی یو اس بی هست که به این صورت قرار میگیره. و این طرف هم برای شارژ هستش. خب یک مسلما یه هندزفری هم باید داشته باشه، یه هندزفری سفید خیلی زیبا که از نوع این ایر هست. این هم چند تا پلاستیک اضافه برای اندازه گوش‌های مختلف.